سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک چند نمود کرمی خشک تیار میکنیم. خواستم برای زنها از کرمی خشک سلیفکی توصیه دهم. من این کرمی خشک سلیفکی 45 گرم با نرخ 24 روبل. این کرم را با ملکا همراه کردن با میکسر میزنیم. این کرم به نهایت با مزه و خوشرو تیار میشه. من حاضرم این کرم تیار میکنم. انا این گونه با کرمش هست، اینا با شیر تیار میشه در گاز در مدت 5-10 دقیقه. من باشم امروز من سلیفکی تیار میکنم با شیر. و یک پچکه سلیفکی ما باید 150 میلی لیتر شیر گیریم. من باشم 120 میلی لیتر شیر گرفتم. شیر ما به نهایت خنک باشد. از خلدیانی گرفتم و اکنون طرز تیار کردنش را نشان میدهم. اول گرفته میاندازیم و شیر من به نهایت خنک شیر همراه میکنیم. ما یگان چی دیگه همراه نمیکنیم، ساخرنی پودر بریانکا یگان چی همراه نمیکنیم تا که سخت شدنش. ما یگان چی دیگه همراه نمیکنیم. با میکسر میتونید زنید یا بلندر. نمیبینید چقدر سخت تیار شد. تماما نمیغلطه، سخت و با لذت است. اکنون شما میتوانید به این ملکا یا ساخرنی پودر همراه کنید. نگه خودش هم شیرین، مزهش به نهایت نغز است. شما میتوانید برای تارت ها یگان چی تروباچکه ها استفاده برید. به نهایت ارزان و برای شما فایده آور. یگان ضررش نیست. در ویش نویستگی که سستوش یگان وی ضرر دارش نیست. و اینش باشد، این سلیفکش باشد کلوبنیکا قلفینه، اینم بسیار بوی خوش میکند. اینش باشد در گاز با 100-200 میلی لیتر شیر یا که آب 10-15 دقیقه میپزیم. نصیب باشد در ویدیوهای آینده برای تارت من یک نمودش را تیار میکنم. شما هم استفاده برید. این سلیفکا در تمام مغازه فروخته میشه، بسیار ارزان، 24 روبل. شما هم حتما خریده برای تارت ها و یگان شیرینی هاتون استفاده برید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.